شما از بیماری‌های دل، گرده، معده، اینچنین از پروستات، داغ‌های روی اذیت می‌کشید، پس به شرکت شفافرما مراجعت نمایید و اینچنین می‌تواند که هجامه بیپل را از شرکت شفافرما به دست آورد. یک چند وقت پیش به خانه موندم به جو مکان. این همه پاکت همه یعنی بارو بخچم در دستم بود. یک پاکتی ای تنگیم و مو ای گفتی ای ویدیوهای ای پیپالیم. دادم زنگ زدم، دادم گفت که بچه‌م من را زنگ نزد تو خودت کلان شدگی رای زندگی خودت بیار. با همین گفتگیاش تلفن شکرش دیگه نه زنگ زدم نه این چه. همین بارو بخچه من گرفتم در باغ همین کروش کبیرده دو شب من رای کردم. چرا؟ من فکر می‌کنم که در حال باید این گونه مادر نباشه. من طول 6 ماه است که در همین دوشنبه همین خیلی آواره و سرسان و سرگردان گشتم. مادرم یک بار نه زنگ زد نه پرسید نه گفت که پسرم تو مثال در دوشنبه چی میخوری، در کجایی، در کجا زندگی میکنی. یکم بار زنگ از خورده پدر و مادر من جدا که شدم. من همین کلانشوی را ای خوردی اوجه خوب آموختم. از کودکی اوجه کلان شدم. نه کودکی دیدم نه بازی دیدم نه چقدر دشوار. اگه جورابی خوب نبوده سوخی؟ نه صد فایده انشالله نه. چه رفت آمده سره بچه اما نشتی اگر رفت آمده است انشالله. بچه ها در چی سمت میتین گفت زنید بیایم برم بچه ها به اوچرت صد فایده انشالله. یکو تلفن رو در پرایوکه کرد؟ نه همش دروغه، همه کور بلوگیرو عبرتانو. یکون کسی عبرت نگردنا. صد فایده آمده سره رفتش بومبا همه رفت آمده نمیخوردم رفت آمده نغرگی یا باید خوندیوزی کو هم باید تبو گردو تو زنگ زنیم بچه ها زنگ زنیم اینا گایی را بی گایی من نمیکنه نه گایش نیبود کور نداره تو نه اینا درام پاره ایستادگی نق نمیکشه اینا برادر تاجیکستان با پیشش نمیجای چرا میگم رحمت همین کمپانی دیگه برای اینکه ما رو کمپانی که جورابی تمام برادر صد فایی نگون پرابلم بود خداوند برکت کارتون چه چه سواد رفته قضا اومده من سلام به همه شما دوستان و مخلصان سامانه فرهناز لایف. چون همیشگی دعوت نمودیم در برنامه شاه منصور برای چی؟ به خاطر که مدت زیاد است که من تماشا میکنم به آن همون پالتنسای سرش گشته ایستاده است و امروز در برنامه با آن همین پناه آمدم و خواستم پرسیدم که برای چی. زیاد صحبت کردم، گفت که اپای فرهناز از این پس سایت اینستاگرام رو ادالید میکنم و به کار دیگر مشغول میشم و دعوت نمودیم خواستیم که فهمیم چرا. برای اینکه زیادی زنها الکی از تماشا کردن ویدیوهای شاه منصور الکی یاد گرفتن همون پیروی کردن فرزندانشان را، چون همه همون زنها را به طور خودشان الکی گفت ویدیو کرد، زنها الکی یاد گرفتن پیروی کردن را. بیاد پس از خودش میفهمیم این را. خوش آمدید شاه منصور. شاه منصور برای چی به پالتنسا اومده؟ برای که اوزه نمیخوام دیگه پالتنسا کردن، ویدیو سینکا کردن. برای چی؟ از سببی که در اینستاگرام بسیار گپای قبیح شنیدیم، بسیار کسا در لیچکا در دایرکت هر گپای بزرگ نویسن، کامنتاریای بزرگ اوزه همین چیز در دلم من این چیز نمیشه. شاه منصور یگام نفر ما به همه محقول نیستیم. از 100 نفر به 10 نفر محقول نیستیم. همه ما را دوست داشتن نمیتونیم. این قانون زندگی همین است. ولی بودم من در کامنتاری خواندم زیاد از نفران ویدیوهای شما را دوست می‌دارن، تماشا کردنشان را خنده‌آوری است. چرا؟ برای آن همون یک سه کلمه پوچ بی‌معنی به آنها داده می‌شود و به آن همون سخن‌های خوبه که مردم شما را قبول کردن به آنها نه. نمیدونم. بسیاری کامنتاریای بزرگ در یوتیوب کانال بود که یک نمود کامنتاریو نوشتن که هم خیلی به مانند اگروزه هم به مانند که مثال به ننگ و ناموس من همین چیز سخت تاثیر کرد. یک چیز دیگر، اگر شما با گفته های همون نفران اگر شما
پیشروی کنن. من فکر میکنم یکم نفر همه زندگی شما را پیش نمیبرن. گفتون 100%. لیکن من میخوام که از این سپس به پالاتنسا ویدیو کنن نه؟ بله. چون به پالاتنسا شما ویدیو میکنن، به کدام ویدیو شما مشغول میشوید؟ به ویدیوهای تربیوی و همین ویدیویی که خانواده است برمیخوریم. چون شما را مردم با پالاتنسا شناخت، فکر میکنید که اگر پالاتنسا را گیرید میتواند اما همون ایموشنی که داشتید بهر مخلصان نشان بدهید؟ برای هر یک نفری که میتواند اولین باره که برید با یک ایموشن میتواند مردم را جواب کند به هر یک کارش. هر کسی یک سخن خودش را دارد، یک نوگانی خودش را دارد و میتواند که به پالاتنسا مردم را خندان نمیتواند. من رو بسیارتر در اینستاگرام با پالاتنسا میشناسم، با لقب اکوی چردک، با لقبی که مادر منیژه بودم، مادر سوریا بودم، مادر فرشته و دیگرش. خیلی دشواره که مثال استیل همین ویدیو کنیم دیگر کنیم، میتونیم خیلی پسترت میکنیم که با دیگر نمود استیل خطی پیشنهاد کنیم بهر مخلصان. من فکر میکنم که هنرمند هیچگاه با هر کسی که با کدام راهی که برای مردم پیشنهاد کند قبول میکنم، برای که باید هنر از خودش است. اگر تمام چیزی ما رو بگیرن، فرض کردیم پالاتنسا شما رو گیرن، تمام هنر شما رو از دست شما گرفتن نمیتوانند. همین خلاص؟ همین خلاص. پس ما دیگر ویدیوهای شما رو از این پس تماشا میکنیم. فکر میکنم که پسند مخلصان میگردد. خب شاه منصور بیاید، چون در برنامه پیشتر قصه نکردیم از زندگی شما، من میخوام که دایر اما همین زندگی شما مخلصان بدانند، مردم آگاه باشند درباره همین شکست و ریخت زندگیتان. همه برای ما حرف میزنید. شکست و ریخت زندگی بسیاری بد بود. باز همین یک چیز دیگر هست که اگر در حیات هر یک انسان اگر شکست و سختی ها و پستی ها و بلندی ها و همین مشکلی ها نباشه، اگر حیات شیرینی خیچه گم میکنه. به همین شکست، سختی و پستی و بلندی ها حیات هر یک ما شیرینه. بله. یک چند وقت پیش به خونه موندم، به جو مکان. بعد همین بگونی بود و زمین نماز شام بود. به پدرم زنگ زدم، همین پدرم نشون در همین شهر همراهی مهندرم در این دوشنبه زندگی میکنم. من در دوشنبه کوارتیر در اجاره میشینم. بعد به کوارتیر موندم، به جو مکان موندم. بگونی بود. دادم زنگ زدم که دادا جان من خیلی به جو مکان موندم، جای زیست ندارم. این همه پاکت مکت همه یعنی برو بخشم در دستم بود. یک پاکتی ای تنگه مو ای گفتی ای ویدیوهای ای پیکالیم. دادم زنگ زدم، دادم گفت که بچم من را زنگ نزد، تو خودت کلان شدگی رای زندگی خودت بیار. با همین گفتگیاش تلفن شکش دیگه نه زنگ زدم نه هیچی. همین بارو بخچه من گرفتم در باغ همین کروش کبیرده 2 شب نه رای کردم. شاه منصور چون حرف زده که شما در اینجا، مادر شما در قید حیات نیستن؟ مادرم در قید حیات هستن، لیکن من همراه مادرم از سببی که خیلی مشکل گفتن از این سبب نمیخوام خاطر مادرم نمیخوایم گفتن. پدر مادر از دیگر جدا شده؟ از این سبب نمیخوام خاطر مادرم سببی که از پدرم جدا شدن زندگی خیلی مشکل بود. ما را با شکست همین سخت آواره بد کردن مادرم. جدا شوی از طرف مادر شما شده بود؟ چند فرزند هستند سرگردان؟ یک من اوزم. در همین آیلمون یک من هم سرسون و سرگردان. دیگراش چی؟ دیگرها همه به حیات زندگی خودشون، با شوهرای خودشون، با حیات زندگی خودشون، با فرزندای خودشون در حیات خودشون. مادر قطعی در تلفن صحبت نمیکنه؟ مادر قطعی هم صحبت هستم. من
فکر میکنم که مادرم تماما پروای حیات زندگی فرزندشون فکر نمیکنه. چرا؟ من فکر میکنم که در حال باید این گونه مادر نباشه. من طول 6 ماه است که در همین دوشنبه همین خیلی آواره و سرسان و سرگردان گشتم. مادرم یک بار نه زنگ زد نه پرسید نه گفت که پسرم تو مثال در دوشنبه چی میخوری، در کجا زندگی میکنی، یکم بار زنگ نزد و نکرد. ها باید هر یک ای پدر و مادر مثال همین در جامعه هست که اگر پدر و مادر خوب که باشن خوب بله لیکن من همین چیزا پسند نمیکنم، چون که باید پدر و مادر همه وقت در فکر فرزند باشن. برای که فرزند به وایه آوردن باید من فکر میکنم که فرزند اگر در 70 که رفت در 100 که رفت باید در نزد پدر و مادر چون کودک خردسال باشه، نباید دیگه که توقع توان شدگی و پرابلم های زندگی رو خودت حل کنی. در عائله ما این خیلی نبود میکرد. وقتی من صنف 1 بودم ایانی وین بود، ای کودکیم بود، باید بازی میکردم، من باید همین کودکی من باید مغز میگذراندم، از سبب که همین از خوردی پدر و مادر من جدا که شدم، من همین کلان شوی را ای خوردی اوجه خوب آموختم، از کودکی اوجه کلان شدم، نه کودکی دیدم نه بازی دیدم نه چقدر دشوار، چقدر سخت. مادر شما در مسکو البته شوهر کردگی هم که سراغ نمیکنه؟ مادرم شوهر کردگی نیستن، لیکن در همین دوشنبه در قشلاق هستن، به زندگی خودش به حیات خودش. از حال احوال دیگر خبردار هستن؟ من یکو وقتی یاد میکنم مادر ما زنگ میزنم که همین وقتی با گپ که میزنم 1-5 مینوت اوجه همین کارهایی که کرد در حیات همون چیز در سری من با میبید گپ زدن نمیکنم، از همین سبب تلفن خاموش میکنم. چه چیزی مادر اینقدر شما رو تکان داد، دل شما رو اینقدر رنج داد؟ با یک سخن که میتونه که دل خودتان رو آرام گردانه. نمیشه اگر روز بگم شاید گریه کنم، از همین سبب نمیکنم گریه کردن، عشق خود رزوندن در کامیرا نمیکنم. در چند سال هست شما سر؟ الکی اوجه به 30 قدم زدم. در 30 قدم زده دو زندگی رو چگونه فهمیدید برای خودتان؟ چی است زندگی؟ زندگی این همین است که باید از تولد شدم تا ایام پیری تا مردن از همین دنیا رفتم باید بآموزی. ما برای چی زندگی میکنیم فرمانسا؟ برای آموختن حیات، برای شیرینی حیات. لیکن من در همین حیات شیرینی تماما نمیدیدم. در 30 رفت شیرینی زندگی رو حال نمیدم. همین است اینقدر دردشون، اینقدر چشمانشون پر از غم است. از همین سببه که من در حیات شیرینی ندیدم، همین جدای صنعت پیش کردم. چون که در صنعت، در همین اکتوری و در همین نوارهایی که بازی میکنم خود من آزاد حس میکنم. از همین سبب همین اکتوری را پیشه کردم، جدای صنعت پیشه کردم. خب شمانسر اگر آینده شما که از همین بلاگران مشهور شود و صاحب خانه و ماشین و صاحب همه چیز خودتان رو شود، چیکار میکنید با همه مادر که اینقدر در حیات شما نقش خاص را گذاشته در دل شما یک زخم میرم؟ مادر جوش دیگره، پدرم جوش دیگره. اگر در حیات صاحبی همین همه بایگری همین دنیا که شدم همه همین جمع میگیر کرده در پیش مادرم ده میمونم، میبینم که مادر جان این عیب شما نبود، این عیبی ما بود که ما به همین دنیا آمدیم، شما از پشت ما رنج و شکست و سرسختی و پستی همین زندگی را شما از پشت ما دیدین، همین همه ناز و نعمت دنیا همش از شما در ایان پیریتون
خار نشوه. خار نشوه. خب برای عام پدر و مادرانی که فرزند را حاضر باید تربیت کنند چی توصیه میدهید برای آن همین مجاهدین فرزند؟ چون امروز در شما در 30 دو پدر و مادر زنده هستند ولی شما سرسام هستید. چی گفتنی دارم به همین پدر و مادر؟ به همین پدر و مادر گفتنی هستم که فرزند با زدن و با شکنجه دادن هیچ وقت تربیت کردن نمیشه. فقط با سخن خوب، با سیله کردن سر که مثال بچم این کار نکن، این راه راسته، این راه کجای، این راهش درسته، این راهش نادرسته. اگر شما در آینده پدر شوید، پدر که شوم در آینده هیچ وقت نمیمونم که فرزندم پاچش دا خور بخوره. میخوام که همه وقت همه ناز و نعمتی که همین در دنیا است همین رو ببینم. بخاطر خود شما عذاب کشید برای همین. آزی جا یافتید زندگی داره؟ بله. من فکر میکنم که هر کس در زندگی هر کس سختی این به جا بودن من این سختی و پسیون نیست. این یک امتحان زندگی هست که به من همین داد که من باز بیشتر بیاموزم. من جا و مکان خود نیافتم. از زندگی دارم. بله. بهترین برای که من اینقدر برای ما دشوار بود که پدر و مادر زنده باشند ولی فرزند سرسام و سرگردان باشه. به نهایت دشوار است. خب من از اون پدر و مادران که هستم، پدر و مادر در حقیقت که در فکر فرزند نیستن. من فکر میکنم که فرزندان تا اگر در سطحی باشن، در سن سال چنده که باشن، با مهر پدر و مادر احتیاج داره. باور کنید ما هر لحظه ما اگر ما اولادارم باشیم، بزرگم باشیم، ولی به عصای همه به دست همه ما گمراه هستیم. باز هستن در نوبت ما هستن پدر و مادرانی که خوب هستن ولی فرزندان آنها را نگاه بینند. ولی هستن فرزندانی که در فکر پدر و مادر هستن ولی پدر و مادر در فکر فرزند نیستن. من فکر میکنم که هر آن کسی که این سختی را میگذارد آینده خوبی داره. بگذار اما همین 30 که میدارید، 30 ساله که از جوانی خرسندی ندیدید، 30 ساله که بعد از او همش خرسندی باشه. دیگه از سخی نگیم، قدر زخم کردی، قدر غم انگیزم کردی، بیا نمیگم دیگه از زخی و پخلو خرسندی میگذاریم. از چی ویدیو کردستی؟ حاضر ویدیوهای فاسون ویدیوهای زور فقط در یوتیوب کانال می حاضرش تا فقط یوتیوب کانال ما کمتر پیش برده استم که شده ابونچیام подписчикای همین یوتیوب کانالم زیادتر شوم بسیارتر وقت خود را در یوتیوب کانال صرف کردم. بهتره در اینستاگرام چی بنیم؟ در اینستاگرام در یک هفته 2 بار یا 3 بار ویدیو میپرتم برای که من یک خودم همین پیش میبرم به من خیلی مشکله. یکی در اینستاگرام подписчикا بسیار بد مینویسن. اکا جون ویدیو شما رو بصبرانه انتظاریم. نصیب باشد همین کار باری یوتیوب تمام کشید از پس اینستاگرام میشه. بهتره مبارک شد گالچکای اینستاگرام شما دست آورده. رحمت. خداوند که میلیون دا برنر قید کنین هم گالچکای میلیونی را گیرین. تشکر زیاد دین یگان ویدیو یگان نبور دیگه تون یگان ویدیو که وقتم پسنده به پالاتنسا میگه نقش آفرین. بله. باشد به پالاتنسا باشه به پالاتنسا. عجیبه. بله عجیبه. خیلی مشکلی که همون ابرازی که خیلی که ما گفتین همون ابراز پولنسی نمیده. بله راست میگم. ولی کوشش میکنم. نشه که امو مچتل خلک نه که با مانند چی؟ گوشم. مانند انا همون پالاتنسا که میکردم. گوشم پاراشوت شد. مرحمت. ای دختر در کجا باشه؟ من اینا گفتم مسودا را بشو. ای هولنده همو بیرون ای. فرهناز؟ ای فرهناز زد خونه بدر تز که از همی ایرین کارا میگن در سرد میده میکنم زد عواد میخیزه کو
حال که میگه زد من میدرم خونه ای پس من بدروی تو سر حساب میکن تست تو دابو که رویا بدار شید بدم که رویا بدار تمام همین قدر بفلت انسه همون ابرزه داده نمیشه سلامت باشن. تشکر زیاد. هزار رحمت برای برنامه. من فکر میکنم که در هر یک برنامه که هر یک نوار که شما برای میفرستان میکنید یک جهت خاص دارد برای مردم، برای که شما از زندگی دیده میکنید، چون شما خودتان رنج دیدید، سختی های زندگی رو دیدید، میتوانید که در هر ویدیو که شما میخندید بهر مردم ولی هزارها غم رو در دل شما پنهان میکنید. بگذار همه اینها یک طرف شوند و آینده درخشان شما را انتظار باشد. چی گفتنی ها داره؟ گفتنی ها دارم که هیچ وقت در حیات باید رو افتادگی نکنید. بله. در حیات اگر همین سختی و پسیا که باشد باید همه وقت با لبی خرسند با طبع خرسند بله. زندگی تا باید پیش برد. بله. چون که اگر همین هر روز غم و شکست همین چیزا ببینی و هر روز در حیات خود دختگی و زیقی و بکنی همین زیقی و سختی و پسیا باز بسیارتر می شود. شما اصلا سوال دیگر اینه، من بار دویم است که با شما با میخورم ولی شما اینقدر در دل شما غم بوده است نکنید 2 مرتبه که من شما را میبینم اونقدر میخندین که میگم به طور چه اینقدر خوشحال هستن. من فکر میکردم که من چقدر انسان خوشبخت هستم که صحبت کردن بعد نفهمیدم. این چیز طبیعتا شما همین گونه است که خودتون در بین مردم خودتون همین گونه میسازید. همین چیز مثل نقاب در من عادت شده که چقدر غم و درد و اندوش که در دل من هست همونم میخوام که با همین خنده با همین خرسندی پوشون بهتره. اصلا نیست عادت شده این که سلامت باشن. بهترین. یک بار دیگر خوش آمدید. ما برنامه های شما را، نواره های نوبنده شما را در سایت های اجتماعی ازم انتظار هستم. پیشروی از شما، دستگیری از مخلصان تا برنامه های دیگر. یک بار دیگر خوش آمدید. دوستان عزیز، برای که ما در این صحبت باز دعوت کردیم شاه منصور به خاطر که از زندگیش هیچ چیز نمیدونستیم، چون در سایت اینستاگرام، در سایت یوتیوب فقط از خرسندی ها حرف میزد، از خنده ها حرف میزد. ببینید پس هر یک چهره هاست. پس اما همین چهره شاه منصور چهره بوده است که اینقدر غم آورد. باید یک جا کوشش میکنیم دستگیری میکنیم ویدیوهای شاه منصور که از این همه برای تا برنامه های دیگر خیر.